برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به یکایی که شما تماشابینان گرامی ما. برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکتی محمد با شما هستم. امروز در برنامه ما درباره سیاست‌های سازنده و سوزنده رئیس جمهوران کشورهای آسیای مرکزی، خصوصاً تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان صحبت می‌کنیم. پذیرا باشید. یکی از سازش‌هایی که تاجیکستان و ازبکستان در اثنای سفر شوکت میرزیویف به آن دست یافتند، بنیاد دو نیروگاه آبی برقی در دریای زرافشان است. سازشنامه‌ای که 5 سال قبل فانتاستیکی به نظر می رسید و حتی ذکرش رهبریت کشور همسایه را به شور می آورد. یکی از سبب‌های اصلی قطع ساختمان نیروگاه راغون را کارشناسان به مقابلت سخت اسلام کریموف، سابق رئیس جمهور ازبکستان، با آن می دانند. تا جایی که زمان جنگ شهروندی هواپیماهای کشور همسایه با استفاده از فرصتی که رژیم دست نشانده خود اسلام کریموف به آنها داده بود، برخی از ساختمان‌های این نیروگاه را بمباران و تخریب کردند. برخی از کارشناسان حتی شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان را به سازشنامه با پاکستان درباره ساختمان راغون ربط می‌دهند. همگی چند سال قبل در واکنش به تصمیم نیروگاه سازی تاجیکستان، اسلام کریموف از امکان جنگ‌ها درباره آب در منطقه هشدار می‌داد. هنوز 5 سال از آن سیاست‌های خصمانه به نیروگاه سازی‌های تاجیکستان و تهدیدهای جنگ آبی در منطقه نگذشته، ازبکستان موقعش را کاملا عوض می‌کند و نه تنها از مقابلیت به نیروگاه سازی دست می‌کشد، بلکه حاضر می‌شود در ساختمان نیروگاه‌ها شرکت کند. اما کشور دیگر، قرقیزستان چی؟ قرقیزستان که آن وقت شریک تاجیکستان در بحث‌های آبی با کشورهای پایاناب محسوب می‌شد، برای یک ایستگاه آب تقسیم کنی کوچک وارد نزاع با تاجیکستان می شود که نزدیک بود به یک جنگ تمام عیار کشیده شود. چرا موقع ها تغییر کردند و آیا واقعا امکان جنگ های آبی در منطقه وجود دارد؟ وضع در منطقه برابر رفتن کریموف و آمدن شوکت میرزیویف کاملا تغییر کرد. سیاست‌های داخلی و منطقوی شوکت میرزیویف نشان داد که آنچه با بحث و زوری و تحریم و راهبندی و مینه‌گذاری ها در 10 ساله ها حل نمی شود، با دوستی و همدیگر فهمی رفاقت می تواند در 1-2 سال راه حل خود را پیدا کند. در 5 سال سیاست دوستانه میرزیویف، ازبکستان نه تنها از همسایه ها 10 ها برابر فایده بیشتر می گرفته شد، بلکه تأثیر و موقع این کشور در منطقه به مراتب افزایش یافت. تنها همین مثال کافی است که در 5 سال رهبری شوکت میرزیویف، دادگرفت مالی ازبکستان با تاجیکستان بیش از 10 مراتب افزایش یافت و این دادگرفت اساساً به منفعت ازبکستان است. محصولات خام وارد می کند و مال و اشیای تیار صادر می کند. تاجیکستان با سرعت به بازار مالهای استحصالی کشور همسایه تبدیل می شود. رشد همکاری های ازبکستان با کشورهای همسایه دیگر نیز با همین سرعت و شکل ادامه دارد و دیده ایستاده ایم که سیاست عاقلانه رابطه با همسایه ها و صناعت سازی با سرعت اقتصاد این کشور را به تأمین کننده اساسی بیشتری مالها در منطقه تبدیل می دهد. خریداران در کشورهای همسایه
خواسته یا نخواسته سالانه میلیاردها دلار بر رشد اقتصادی ازبکستان سرمایه گذاری می کنند. شوکت میرزیویف نه تنها به سیاست های خصمانه سابق رئیس جمهوری کشورش اسلام کریموف خاتمه داده است، بلکه در بعضی مواقع حتی آماده گذشت به همسایه ها در مسئله های بحثی است. حل چند مسئله بحثی مرزی با قرغیزستان که 10 ساله ها ادامه داشته باعث خونریزی ها هم شده بود گواه این است. شوکت میرزیویف ثابت کرد که سردی مناسبت با همسایه ها بنابر خرخشه سر قطعه خرد زمین معنی ندارد. می شود که از بحر چند ساتق زمین گذشت و در عوض صدها میلیون دلار همسایه را دوستانه به دست آورد و بازارهایش را از خود کرد. بعداً دیرتر با 101 این پول می شود 10 برابر آن زمین را از همسایه خرید و به خود برگرداند. ببینید تماشاگران عزیز، رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف نشان داد که سیاست دوستانه نه تنها با حکومت ها بلکه با جنگجویان، با تروریستان می تواند ثمره خوب آورد. زمانی که کشورهای منطقه بخصوص تاجیکستان با رهبری امامعلی رحمان گروه جنگجوی طالبان را تروریستی می‌خواند و مخالفان کشور را در رابطه با این تروریستان متهم می‌کرد، ازبکستان اولین شده در منطقه روابط با طالبان را برقرار کرد و حتی طالبان را به تاشکند دعوت کرد. حالا امروزها ببینید این حالت چگونه است. همه قدرت های منطقوی و حتی جهانی کوشش میکنند هرچی زودتر با طالبان مناسباتشان را برقرار کنند، چی رسد به همسایه های کوچک و عقب مانده. خبرهای درباره کوشش های مقامات تاجیکستان هم برای برقراری مناسبات با طالبان نیز دسترس می شوند. اطلاع داده می شود که در این سفر هیئت بزرگ همسایه کشور در رأس رئیس جمهوری آن بین تاجیکستان و ازبکستان به مبلغ بیش از 700 میلیون دلار سندهای همکاری اقتصادی امضا شدند. رقمی که برای تاجیکستان رکوردی بوده. هیچگاه چنین سازشنامه را حتی در خوابش تاجیکستان ندیده است. سازشنامه ها به این مبلغ بزرگ در حال امضا می شود که از جانب تاجیکستان صاحبکاران و شرکت های آنها اساساً متعلق به خانواده رئیس جمهور امامعلی رحمان هستند. عائله خانواده امامعلی رحمان کوشش کرده است توافق های اقتصادی و تجاری با خارج از جمله ازبکستان را هم مونوپولی کند و به نفع خود استفاده کند. یعنی از جانب تاجیکستان امکانیت و ظرفیت ها بسیار محدود و بسیار زیر نظارت جدی است. در صورت امکان دادن به صاحبکاران دیگر و وجود آزادی های اقتصادی در تاجیکستان، حجم سازشنامه ها به مراتب بیشتر می بود و با اطمینان می توان گفت که امکان داشت از مرز 1.5 میلیارد دلار عبور می کرد. تماشابینان عزیز، مونوپولی سازی تمام ساحه های بیزنس و واردات و صادرات اساسی در تاجیکستان در 2 سال مرزهای باز با ازبکستان
صدها میلیون دلار به هر دو کشور ضرر رسانده است. چگونه؟ ببینید تماشاگران عزیز، یک مثال میبرم. قیمت محصولات اساسی خوراکواری که وارداتش از جانب اعضای خانواده امام علی رحمان منپاله شده است، در تاجیکستان 50 تا 100% گرانتر از ازبکستان است. در روزهای اول کشادن سرحدها یادتان باشد بین دو کشور 10 ها نمود مالهای خوراکواری شروع از آرد و روغن و شکر تا قند و کلچه و سبزوات و میوجات به بازارهای تاجیکستان ریختند و قیمتها را خیلی پایان بردند. اگر این وضعیت ادامه میکرد، دقیقاً قیمت بیشتری محصولات در بازارهای تاجیکستان با شدت پایین میرفت و مردم در این مدت صدها میلیون دلار اکنام میکرد، یعنی صرفه میکرد. استحصال کننده های کشور همسایه نیز مال های زیاد فروخته میلیون ها دلار فایده می گرفتند. اما چه شد؟ مناپولیست های عائله رئیس جمهور تاجیکستان چون دیدند که بیزنس های بزرگشان از دست می رود، در سرحدها مانع گذاری کردند و واردات محصولات را تقریبا پره منع کردند. واردات محصولات از ازبکستان را یا اینکه محدود کردند. ببینید، کشاده ماندن سرحدها قیمت نه تنها محصولات خوراکواری بلکه محصولات زیاد دیگر از جمله سوزشواری و نوری های مینرالی را پایین می برد. در نتیجه استحصال حد اقل محصولات کشاورزی در کشور ارزان تر و در میان مدت بین کشاورزان و دیگر استحصال کنندگان دو جمهوری رقابت سالم ایجاد می شد. رقابت سالم در نوبت خود بر رشد کشاورزی و دیگر ساحه ها در تاجیکستان مساعدت می کرد. اما برای مناپولیست های عائلوی تاجیکستان مهم فایده خودشان است. مناپولیا در تاجیکستان و مانع ایجاد کنی مناپولیست ها در رشد همکاری های منطقوی یگانه مانعی رشد منطقه نیست. اگر مناپولیا ها به همکاری ها و رشد اقتصادی منطقه مانع ایجاد می کنند، امبیتسیه های سیاسی رئیس جمهور قرقیزستان و تلاش های رئیس جمهور تاجیکستان با مقابله به تغییرات سیاسی ناگزیر در کشورش را می توان مانع های رشد سیاسی در منطقه دانست. برای صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان مشکلی اساسی باقی ماندن در کرسی ریاست جمهوری حداقل تا آخر مهلت انتخاب شده است. بله، مهمتر از این برای صادر جباروف مسئله وجود ندارد، نه رشد اقتصاد کشورش و نه همگرایی های منطقوی، نه رشد اقتصادی و نه همکاری های سازنده با همسایه ها به صادر جباروف کفالت باقی ماندن در قدرت را نمی دهد. قرقیز ها که بیشتر اندیشه های قبیلوی دارند، در دلخواه زمان می توانند شورش برپا و صادر جباروف را از قدرت برکنار کنند. اینجا اکنون چی میماند؟ یگانه شانس باقی ماندن در قدرت برای صادر جباروف متحد سازی ملتش علیه یک دشمنی خارجی و حد اقل برای مدت از بین بردن قبیله گرایی است. قبیله گرایی برای کشوری ضعیف و عقب مانده چون قرقیزستان بهتر از تاجیکستان دشمنی خارجی پیدا کرده نمی شود. با همسایه های دیگر قرقیز ها قدرت مقابلیت را ندارند. حالا با باوری کامل میگویم که با تاجیکستان هم این قدرت را ندارند.
اما تاجیکستان را با چشم کم دیدند و این با چشم کم دیدنشان جوابش را که گرفت و حالا در حالت دور کردن این ناباوریشان است که این هم پس سر می شود. اما برای امام علی رحمان چی؟ برای امام علی رحمان داغترین مسئله حفظ قدرتش است. البته امام علی رحمان همیشه هم کار را تنها برای همین کرده است، یعنی فقط کوشش کرده است که در قدرت بماند. اما امروزها مسئله بسیار داغ شده است. ببینید مردم تاجیکستان روز تا روز بیدارتر می شود و شروع اعتراض ها و حتی انقلاب تنها مسئله وقت است. دیگر نه رشد اقتصاد، هرچند امام علی رحمان قدرت رشد دادن اقتصاد را هم ندارد، نه برقراری مناسبات و رفت و آمد با همسایه ها، امام علی رحمان را نجات نمیدهند. اصلا دیگر هیچ چیز امام علی رحمان را نجات داده نمیتواند. تنها کاری که امام علی رحمان حالا میتواند انجام دهد این است که برکناریش از قدرت را عقب اندازد و مثل همتای قرغزش برای این کار امام علی رحمان تنها یک راه دارد: ایجاد دشمن خارجی و متحدسازی مردم برای مقابله با آن. حالا ببینید تماشاگران عزیز، حکومت صادر جباروف هرچند امام علی رحمان را تجاوزگر یعنی اگرسور مینامد، بهترین گزینه در حال حاضر برای امام علی رحمان است. بنابراین این دو رئیس جمهور با گمان غالب به دشمن سازی ملت های خود با همدیگر و حداقل تیز و تند نگاه داشتن وضع سرحدها ادامه خواهند داد. برای اینها فایدهش همین است: مردم یکدیگرش را کشته ایستد، ضد یکدیگرش بدبینی باشد، جنگ و خرخشه باشد، برای باقی ماندن اینها در منصب فایده دارد. حالا اینها برای فکر کردن درباره رشد اقتصادی و روابط منطقوی فرصت و حوصله کمتری دارند. فکر اینها فقط در باقی ماندنشان در کرسی منصب است. مشکل دیگری رئیس جمهوری ازبکستان همتای ترکمنش است. سیاست‌های سازنده شوکت میرزیویف در آسیای میانه رنج کشیده با سیاست‌های سوزنده همتایان منطقویش وارد رقابت شده است. رقابتی که باید با شکست یکی از این سیاست‌ها تمام شود. آسیای میانه میتواند به یک اتحاد سازنده و توانای دست یابد. یگانه شانس باقی ماندن و رشد کردن و نجاتش از فتنه های ابرقدرت ها هم همین است. اما دیکتاتورها همیشه درباره بقای خودشان اندیشه می کنند و مفهوم های چون منفعت های ملی و منطقوی برای دیکتاتورها بیگانه است. تماشاگران عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی، شبکه یوتیوبی پیام تیوی و دیگر شبکه ها پیگیری کنید. با ما باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید،
رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.